جواب منزل رو باید بدیم. الو سلام منزل، خوبی؟ وسط برداشت هستیم. آره. آخ آخ آخ. بفرست الان نگاش میکنم. خیلی عالی. چشم چشم. در هر شرایطی جواب منزل رو باید بدیم واقعا. یه من شما نداریم که دیگه، بالاخره یه چنلیه دور همیم دیگه. بذار ببینیم چیه. او اوه او مای گاد. دوستان سلام، امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشید. علیکبر ظهور هستم، البته نیاز به معرفی نداره و حوصله‌ام سر رفته حقیقتا. و یه ذره فکر کردم و اینا، بعد یه مشورت جالب گفتم که بیاین یه اپ کویز بنویسیم، یه اپ پرسش و پاسخ بنویسیم. پرسش و پاسخ البته چیز خوبی نیست. چی لازم داریم؟ من یه اپ ریاکتی ساختم، بعد از چت جی پی تی خواستم که یه دیتا بهم بده، مثلا از این مدل سوالا. بذارید دیدن کنم. یعنی یه سوال داره، یه سری آپشن داره که ما باید انتخاب کنیم و جواب درست رو داره. اوکی؟ و نمیدونم چند تا هم از اینا داریم. خب این پس دیتای ما تا اینجاست. اینا میذاره کوچیکش میکنم براتون. ما چیا لازم داریم؟ آقا یه اپ کویز لازم داریم که چی داره برای ما؟ یه شمارشگر 30 ثانیه‌ای خواهد داشت، تعداد سوالایی که مونده رو خواهد داشت و اسکور. حالا تعداد سوالا شاید نداشته باشیم ولی اسکور امتیازهای ما رو جمع کنه. و خب اون آپشنامون رو بعد کامپوننتش رو بنویسیم، بعد حالا ریزالتمون رو بنویسیم و استایلیش کنیم طبیعتاً. که ترجیح من اینه با تیلوین سی اس اس بریم جلو و خیلی نمیخوایم بهش برسیم، فقط لاجیکش رو پیاده کنیم و اینا. بعد من سورس کد رو برای شما میذارم و میتونید برید کامل ترش کنید و حالا بهش برسید و اینا. پس بریم تو کارش. الان من یه CSS خالی و کلا یه اپ خالی دارم. یه هلو فعلا میزنم اینجا، یه npm رانده و میکنم. ای وای، این کویز اپ ما. اوکی، باید تیلوین CSS نصب کنیم روش. خیلی خوب، تیلوین رو داریم به همین سرعت و همون همیشگی تغییری نکرده از توی فریم ورکش. خب ما الان اپمون ریاکت جاوا اسکریپتیه در واقع، ولی من از نکستش استفاده میکنم. حالا اون گایدلایناشو به ما بده و میام اینجا یه چیز جدید اصلا باز میکنم، توش میزنم تا اگر خدا بخواد، اگر نت اجازه بدهد، ما تیلوین داشته باشیم توی تهران. بیای تا این نصب بشه یه حرکتی بزنیم. من کامپوننت هامو بسازم. اشتباه نوشتم. من کامپوننت هامو بسازم. توش چی میخوایم؟ خود کویز رو میخوایم، RAFCE، و چی میخوام؟ یه ریزالت میخوام، دوباره RAFCE، و یه دونه هم چیز میخوام، question میخوام اگه درست نوشته باشم. خب کامپوننت هامون هم ساختیم. بعد توی اپمون باید چی کار کنیم؟ تو اپمون مثلا یه سکشن درست کنیم. اوکی، یه تایتل داشته باشیم بالاش که مثلا بزنه کویز اپ. داخل این ما کامپوننت کویز رو داشته باشیم که همه چی میخوایم جمعش کنیم تو اون. و توی فوتر هم فعلا چیزی نمیخوایم، همینا رو فعلا نشونمو بده بس. این هنوز داره نصب میکنه. رکورد قطع شد، خیلی عجیب. به محض اینکه تیلوین نصب شد این قطع شد، ولی خیلی مهم نیست. ما الان تیلوین CSS داریم. حالا
کانفیگاشو بیایم برداریم. من کل اینو کپی میکنم، اینجا پیست میکنم، اینا رو هم ور میدارم، میام و توی ایندکس CSS هم پیست میکنم. اوکی. حالا توی اپ هم میام یه ذره شخصی سازی انجام میدم. کلاس نیم میدم بهش. چیکار کنیم؟ این دوتا دیویژن داشته باشیم. خب که این بشه مثلا کلاس نیم اپ بگیره. بیاد دیو. خب من میگم آقا مکس ویتت باشه مثلا XL، حالا همون تو XL مثلا MX اوتو بهش میدم که بیفته وسط و بینم فلکس میدم، فلکس کل میدم، جاستیفای سنتر، آیتمز سنتر با گپ مثلا دورم. اوکی. یه دیو هم میسازم کلاس نیم. حالا میخوام بهم یه بک‌گراندی بدم دیگه. آقا وی فول اچ اسکرین بی جی مثلا یه زرد جالب. استایل اعمال نشد، پس یه دور اینو ابه میبریم، یه دور دیگه رام میکنیم. خب ما کویز اپمون رو داریم. حالا چرا زرد گذاشتیم نمیدونیم، ولی به هر حال هستیم دیگه. این هم یک کلاس نیم بهش میدم تکس XL، حالا مثلا 7XL. تکس که بلکه، فونتش هم بولد باشه. خوبه. یه دونم بالا از اینا اضافه میکنیم برای نمک کار. حالا بیاید یه مارجین تاپ هم بهش بدیم دیگه. MT مثلا 12. اوکی. حالا ما دیگه اینو نمیخوایم، اینم نمیخوایم. توی کویز اول بیاید کوئسچن رو بنویسیمش. خب سوالات ما دقیقا چیا میخوان؟ به عنوان پراپس یه سری ورودی بهش بدیم. خب یه سوال دقیقا چیا داره؟ الان ما از اون دیتامون هم باید یه سری چیزا رو بخونیم دیگه طبیعتا. خب دو تا چیز داریم، کوئسچن رو باید بخونیم و آپشن هایی که داره. اوکی. پس ما میزنیم آقا کوئسچن خودش رو بخون، یعنی اون تکستش رو برای ما بخون. آپشن. اوکی. که آپشن تگش رو نمی‌کنیم دیگه، آپشنز. حالا یه سری فانکشن هم باید ما از بیرون بگیریم. خب دوستان بعد از یک کات رمانتیک برمیگردیم به داستان. کجا بودیم مثلا؟ یادمون رفت. آها داشتیم کامپوننت کوئسچن رو مینوشتیم. تا اینجا چیا رو گرفته؟ کوئسچن رو گرفته که اینجا چاپ میشه. آپشنا رو میگیره. حالا باید یه سری فانکشن بگیره از بیرون که چی کار کنه. خب کوئسچن ما چی داره؟ باید یه دونه اصلا دکمه نکس داشته باشه. اوکی. که اینو بزنیم و بره. حالا یه بولین باید بگیریم، شو مثلا نکست باتن. خب بعد یه دونه فانکشن آن نکس میخوایم که وقتی کلیک شد بره سوال بعدی، پس میزنیم آن نکس. خب یه دونه هم باید روی سوالی که کلیک میشه کلیک رو بگیریم و ببینیم که درسته یا غلطه. پس یه دونه هم آن انسر اضافه میکنیم. خیلی خوب. اینجوری الان ما این کامپوننت رو ساختیمش. حالا ورودیاش رو داریم. حالا بریم که خودش رو بنویسیم. یه دیویژنی داریم. خب داخلش الان ما باید چیکار کنیم؟ یه دونه مثلا H2 داشته باشیم که داخلش اون کوئسچنی که میگیریم رو بندازیم، یعنی تکستش رو. حالا اون آپشنایی که داریم و یا باید روش مپ بندازیم یا فور ایچ. خب یه ذره سنگین میکنه کارو. پس من میام چیکار میکنم؟ میگم options.map کن برای من. خب که باید اینا رو ایتریت کنه تو هم دیگه. پس options میشه option. خب و یه ایندکس هم باید بگیره. اوکی. بعد اینو بازش کنه برای ما. حالا ما یه چیزی توی این بتونیم رندر کنیم. ولی یه داستانی که تازه یاد گرفتم میدونی چیه؟ ما توی این گند دادم، ما توی این داستان نمیتونیم رندر کنیم یه چیزی رو. چرا؟
خب این انگار ما یه آبجکتی رو داریم جا میندازیم و ما آبجکت نمیخوایم، ما میخوایم یه JSX رو رندر کنیم. پس به جای اون میایم یه پرانتز بازو بسته میکنیم که در جاوا اسکریپت یعنی رندر کردن یک چیزی. ما چی میخوایم به عنوان یه آپشنامون چی باشن؟ میتونن دیویژن باشن، میتونن باتن باشن، ولی حالا برای اینکه صرفا جالب تر کار رو بریم جلو، من باتن رندر میکنم. اوکی، باتن رندر میکنم. داخل باتن من چی باید نوشته شده باشه؟ اون آپشنای من که یکی یکی گرفتن و آپشنای من چیان تو دیتا که نگاه کنیم اینان. یعنی 4 تا دکمه در واقع هر بار رندر میشه که مثلا اینها تکست های داخلیشن. اوکی، و خب اینا الان ما داخل مپ هستیم. ما چی لازم داریم؟ ما باید ایندکسمون هم بگیریم. یعنی کیه ماپشه؟ ایندکس ما. خب یه کلید میخواد داخل هر لوپی که میندازیم و یه سری کلاس نیم میخواد که میدیم حالا بهش و میگیم آقا وقتی که آن کلیک شدی بیا چیکار کن؟ اون آن انسر رو کال کن. خب این تا اینجای کار. ولی یه داستانی داریم. انسری که میخواد بده، یعنی جوابی که میخواد انجام بشه، خب همینجوری نمیتونیم چک کنیم که چی رو دقیقا میخوایم چک کنیم. ما باید یه پارامتر پاس بدیم که این رو باید بعدا تعریف کنیم. اون ما باید آپشن خودمون رو پاس بدیم که آقا الان کلیک شد این کدوم جوابه دقیقا. 4 تا جوابو نمیخوام بندازم چک کنم که یکیشو میخوام چک کنم ببینم درسته یا نه. اوکی، این تا اینجا ما مپمون رو انداختیم. حالا بیرون این بعد اون دکمه نکستمون رو داشته باشیم. خب من اینجا دوباره میگم که اگر show next button true بود، دوباره یه دونه btn یه باتن برای من رندر کن. اوکی، خب که توی این می‌نویسیم next. تونستیم فارسی بنویسیم همیشه ولی این کارو نمی‌کنه. و توی آن کلیک این هم ما باید چی رو پاس بدیم بهش؟ on next. اوکی، این رو هم پس تا اینجا داریم. این هم طبیعتاً یه سری کلاس نیم میخواد که اونها رو هم بهش میدیم. این تا اینجا. حالا اگر چیزی لازم داشتیم بهش پاس میدیم. کامنت هم به نظرم نمیخواد، خب چون معلومه دیگه کوئسچن رو اینجا داره رندر میکنه. آپشن ما رو مپ کرده، یکی یکی قراره نمایش بده. رو آن کلیکش داره این کار انجام میده. کلاس نیماش اینن و این دکمه نکست ماست که آن کلیکش اینه و یه سری کلاس نیم داره. اوکی، این کوئسچن رو پس ما تا اینجا بستیم. اوکی، دیتامون هم فعلا لازم نداریم. ریزالت رو بذارید آخر بنویسیم یا نه بیاید اینم بنویسیم. به نظر چیز حالا ساده‌ای باید بیاد. حالا فعلا چیزی که تو سرما رو بنویسیم. ریزالت ما یه دونه اسکور رو باید بگیره، امتیازات رو، یه دونه هم total questions. اوکی، یعنی بگیم آقا مثلا اسکور تو اینه از این، میدونیم یه همچین چیز. با کلمات من کنار بین لطفا. یه دونه دوباره چون من میذارم مثلا می‌نویسم quiz complete. اوکی، بعد زیرش یه دونه مثلا پی تگ میذارم مثلا your score is اون اسکوری که داری out of total questions. اوکی، اینم پس تا اینجا ریزالت ما. اینا رو همه رو استایلش میکنیم ولی فعلا نه. پس این از این. حالا بریم سراغ اصل مطلب. اول اون فانکشنه که تعریف کرده بودیم رو بنویسیم فعلا که فقط یادمون باشه. یه هندل مثلا next میخوایم، خب که این میشه یه کانستنتی که بهش میگیم چیه توی ارو فانکشنی. خب فقط یه چیزی فعلا پس میکنه. خب یا اصلا فعلا هست فقط. خب و یه دونه دیگه هم میخوایم دیگه. چی بود؟ هندل انسر. خب اینا رو فعلا داشته باشیمشون. خب الان ما دقیقا چیا لازم داریم؟ خیلی قراره کرکسیف بنویسیم اپلود، یعنی توی هم باشه. بعدها میتونیم حالا کامپوننتش کنیم، خیلی ترتمیزش کنیم، ولی فعلا چیا میخوایم؟ کوئسچن الان رو بگیره، سوالی که الان هست رو بگیره بر حسب ایندکسش توی دیتای من. یعنی ایندکس 0 هم فلان سواله، 1 هم فلانه، 2 فلانه، همجوری میره تا آخر. بعد اسکور رو میخوایم
که الان چندمیم، امتیازمون چیه، تو کدومیم. بعد شو ریزالت رو میخوایم که اصلا کلیک شد جواب درست رو نشون بده بهمون. بعد تایمر رو میخوایم و شو نکست باتن رو. بیاید اینا استیتاش رو اول تعیین کنیم. پس من میزنم آقا کانستنت current question و set current question کن. برای من از چی بخون؟ use state اولیش ایندکس صفرش رو بخون. اوکی. خب یکی دیگه می نویسیم برای اسکورمون. پس من اینجا میزنم که use state اینم صفره. از صفر شروع میکنیم همه چیو. اسکور و ست اسکور. اوکی. بعد چی میخواستیم؟ کانستنت شو ریزالت و ست شو ریزالت. اوکی. که اینم یه یوز استیته که تو حالت عادی فالسه تا کلیک بشو. حالا نشون بدیم جواب درسته بهش. یه همچین چیزی هم برای شو نکست باتنمون میخوایم. شو نکست باتن و ست شو ست شو نکست باتن. اوکی. و یه دونم تایمر میخوایم. کانستنت آقا تایمر و ست تایمر ما میخوایم که چونجونه بشن یوز استیت باشه. اینم یه تایمر 30 ثانیه‌ای ما میخوایم. اوکی. این استیت های ما. خب حالا بیاید آن انسرمون رو بنویسیم. وقتی کلیک میشه انسر رو اصلا چجوری باید نشونش بدیم؟ خب توی انسر ما باید چی پاس میدادیم دقیقاً؟ question. اینجا ما باید آپشن رو بهش پاس میدادیم. خب پس ما یه اسمی براش میذاریم مثلا selected option. این پاس میده. اوکی. من داخل این بعد چیزی رو چک کنم بگم اگر selected option مساوی بود با الان دیتا رو باید بخونم. دیتا. خب نه اشتباه شد. خب من اینو نوشتم. اشتباه من کجاست؟ export default. بذارید بیارم اینجا بزنم export console فلان. بزنم دیتا. اینجا دیتای من رو بخونه. بگم اگر توی دیتا current question dot answer. اوکی. یعنی این چیزی که نوشتم یعنی چی؟ میگم اگر اون selected option من، اون گزینه که من روش کلیک کردم، ایندکسش مساوی بود با ایندکس دیتای من، خب بیا چیکار کن. یعنی حالا درست بود. بیا چیکار کن؟ به اسکور من یه دونه اضافه کن. یعنی اسکور مثلا به علاوه یکش کن. میتونستم مثلا پرو بگیرم دوباره به علاوه یکش کنم. اون کارم میتونستم بکنم. و چیکار کن؟ بیا ست شو نکست باتن ترو کن. نکست باتن رو نشون بده اگه درست بود. خب و داستان که اینو کلا باید بیاریم بیرون این داستان. در هر صورت روی اون کلیک شد نکست باتن رو نشون بده چه درست چه غلط. این از این. بعد نکست رو هم که میزنه باید چیکار کنه؟ این هیچ ورودی نداره دیگه. خب ما اگر اینجا نگاه کنیم هیچ ورودی ما به این نمیدادیم. اوکی. ما باید چی بنویسیم؟ رو نکست که کلیک میشه، میخوام بگم کلید میشه. کلیک میشه بره سوال بعدی، یعنی ایندکس من رو به علاوه 1 کنه، تایمرم رو 30 ثانیه ببره بالا و تا زمانی که حالا سوال من جا داره این بره و کارنت کوئسچن من رو مساوی کنه با سوال جدید. اوکی. پس من میگم چیکار میکنم؟ میگم که آقا کانستنت نکست کوئسچن مساوی کارنت کوئسچن من به علاوه 1. یه دونه به پر جلو وقتی کلیک شد. اوکی. حالا میگم if next question کوچیک‌تر بود از data.length تا زمانی که دیتا وجود داره
set current question کن. خب دوستان عزیزم، خب حالا بیایید یه حرکتی بزنیم و اون حرکت چیه؟ بیایید اول من تایمر رو درست کنم، یعنی هد رو من در واقع درست کنم. میگم آقا فلکس باش، جاستیفای بیتوین بگیر، آیتمزت هم سنتر باشه. خب یعنی چی؟ یعنی این. خب و الان داستانی که داریم من میگم که وی فول باشه، این هم ویتش فول باشه. next question رو اوکی else به چی کار کن؟ فقط میگم مثلا set show result کن true، فقط نشون بده ریزالتی که داریم. و خود next button رو هم میگم آقا set show next button کن true وقتی که سوالا جابجا میشه دکمه next باشه، اوکی، بتونه بره بعدی. و set تایمر کن 30 ثانیه، دوباره تایمر رو نو کن. خب اینا تا اینجا. حالا اگه کم و کسری داره درستش میکنیم. این تا اینجا. حالا یه چیزی هم میخوایم که اصلا اینا رو کنترل کنیم دیگه تو کامپوننت. یه یوز افکت من اضافه میکنم. اوکی، که باید چی کار کنه؟ یکی این که باید بهش بگم آقا if تایمر مساوی شد با 0 هندل نکست رو انجام بده بعدی دیگه. وقتی 0 شد بده بعدی. و بعد اون تایمر اون کانت داونمون رو بنویسیم دیگه، شمارش کرد معکوسمون رو. پس بیاید یه چیزی بنویسیم، میزنم کانست مثلا تایمر آیدی مساویه با یه ست تایم اوت. خب که هر 1 ثانیه باید این رو انجام بده. چیکار کنه؟ ست تایمر کنه، تایمر رو منهای 1. اوکی. و اگر من بخوام چک کنم، اگر اینجا من تایمر رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ زیاد دادم، 10 ثانیه دادم. آره دیگه. آها نه من اشتباه نکردم. ببینید این 1 ثانیه است. الان باید چی کار کنم؟ من اصلا اینو فراخونی نکردم در واقع و من باید این رو هم دیپندنت کنم به تایمر. خب و الان داره کار میکنه درست. پس تایمرمون داره کار میکنه. حالا باید یه کلیر تایم اوت هم بنویسم براش. یعنی چی؟ اینجا میگم آقا ریترن کن یه انانیموس فانکشن که کلیر تایم اوت میکنه چیو تایمر آیدیو. اوکی. خب این هم که اصلا اولا فقط برای تایم ما توش یه افکتی نوشتیم. حالا باید چی کار کنیم؟ بیاید خود کوئسشن رو هم الان درست بنویسیم دیگه. و الان چیمون مونده؟ آها شو ریزالت بگیم اگه ترو بود چی کار کن و شو نکست باتنمون. من میگم که if شو ریزالت اگه ترو شد چی کار کن؟ میخوام برای من ریترن کنه، در واقع رندر کنه چیو؟ کامپوننت ریزالت منو. کنم اشتباه نوشتم. چه درست چه غلط، این رو برای من تو رندر کن. و چه پراپس هایی میگرفت؟ اسکور و توتال کوئسشنز که اسکور میگم از همون استیت اسکور من بخون و توتال کوئسشنز از دیتا دات لنش بگیر در واقع. اوکی. این تا اینجا. حالا اصل مطلب. خب این رو من کلاس نیمش رو میذارم کویز
داخل این یه دیو دیگه که این هد ما میخوایم باشه. پس میزنم کلاس کویز هد که داخلش تایمر و سوالا و اسکورا رو نشون بدم داخلش. چیکار میکنم دوباره؟ اول یه دونه تایمر درست میکنم، داخلش میزنم مثلا تایم لفت تایمر مثلا سکند و سوالا رو هم میخوام نشون بدم دیگه. یه دونه هم نامبر درست میکنم اینجا. البته درستش اینه که بزنم question number. اوکی، داخلش باید چی نشون بدم؟ مثلا بنویسم مثلا questions، بگم آقا current question به علاوه 1 چون از 0 شروع میشه از چی کلش دیگه. پس میزنم data.length. اوکی، الان رندرش کردم. من رو پاک کنم کلا. الان رندرش کردم دوباره. میگه سوال 1 از 25 تایم لفتت هم اینه. اوکی، حالا این رو هم بذاریم باز آخر سر مثلا استایل ای بکنیم که فرمتی من بکنم این رو. این شد هد ما. حالا من اینجا بیام و خود کوئسشن رو رندر کنم. کوئسشن اوکی، خیلی خوب. چیا باید بهش پاس میدادم؟ یه عالمه چیز. یعنی اگه من اینجا بگیرم رو این من رو هم ببندم question options show next button on next و on answer. اوکی، همین جوری میارمش پایین. میگم که question چیه؟ data dot current نه data current question dot questionش optionت میشه data دوباره current questionت dot options. خب یعنی سوال الان، سوالش و آپشناش. اوکی، بعد باید چکار کنم؟ چیا داشتیم دیگه؟ show next button on next و on answer. الان میزنم on answer. چیو بهش پاس بده؟ handle answer رو. on nextش handle next رو و show next button هم باشه show next button. اوه فکر کنم افتادیم تو ری رندر زیاد. چرا؟ استرسی شدم این لحظه. خب اینا که درست داریم پاس میدیم. اینا درست اوه بیاد اینا رو اینجوری پاس بدیم که وقتی کلیک میشن کار کنن، نه دائم. بگم که یه فانکشنه که وقتی پاسش میدی این رو باید رندر کنی و این رو هم. خیلی خوب، برگشتیم به داستان. ببینیم که اینا رو داره، آپشناش هم گذاشته. اینا هم بکنم بردارم خیلی اتفاقی نیفته. خب الان درست داره کار میکنه. حالا که لاجیک درسته میریم تو استایل. الان خوب شد. تایمر رو مثلا بگم آقا یه بک‌گراند گرین بگیره، یه همچین مثلا سبزی، تکستش وایت باشه، یه پدینگ ایکس مثلا 8، پدینگ ایگرگ مثلا 3. خب یه همچین چیزی. البته خیلی خوشگل راوندد LG هم بگیر لطفا برای ما به همین زیبایی. و میتونم بزنم فونت تین هم بگیر یه ذره اینجوری تر. خب همین داستان رو برای بالایی ها هم میخوایم. میتونم به این بگم بیجیه مثلا نمیدونم مثلا اورنج فلان، البته زرد و اورنجی جوریه، تکست وایت، فونت تین، راوندد LG. ببینم چی شد. پدینگا PX8 PY3 بد نیست حقیقتا. و ما الان تا اینو داریم. باید چیکار کنیم؟ هم همجور داره بر خودش میره دیگه. باید بیایم و هدو ببندیم. ما اینو استایلیش کردیم. باید بیام توی کوئسشن. بیام چیکار کنم؟ این رو استایلی کنم. ابتدا میزنم پلاستینگ دیفول
خب بذار فعلا این دیفولت باشه. به این بعد چیکار کنم؟ کلاس نیم بدم فونت بولد، تکست وایت، تکست XL، مثلا این تکستش هم وایت نباشه، بلک باشه. خب زیاده روی شد، همون کارت خوبه. این سوال من باشه که چی میشه؟ تکست سنتر میشه. اوکی، که یه از بالا و پایین یه دورم هم مارجین میگیره. این سوال ماست. اوکی، بعد به این باتنام باید چیکار کنم؟ بگم آقا ویتتون فول باشه، بیجی وایت داشته باشید، راوندد مثلا همون LG داشته باشید، کرزر وقتی میاد روتون پوینتر بشه. خب یه همچین چیزی. فونت نورمال، پدینگتون باشه 3 تا. آفرین. مارجینتون باشه 2 تا که اینجوری نشون بده خودش رو. اینا میتونم کنم 4 تا که یه ذره خوشگل‌تر بشه. خیلی هم عالی. خوشم میاد که ریاکتیو داره همه چی عوض میشه اونجا. و این از اینا تا اینجا بدون اینکه فلکس اضافه بدیم. و این رو هم میگیم که آقا نکست باتن این وره، میتونیم بریم این ور. حالا ببینم میتونم دایرکشن دستی بدم، دایرکشن RTL بدم، فرقی نکنه، LTR فرقی نکنه، مهم نیست. تکست که کارم کنم بزنیم تکست سنتر. چرا نگاه کردم؟ دوباره بیجی گرینه مثلا این باشه، تکست وایت، پدینگ X8، PY3، راوندد این باش. ببینمت خوبه، به درستی هم کار میکنه. رفتیم تا به باگ خورد. خیلی خوب، حالا اینو من میخوام همینجا ول کنم. حقیقتا این اپو میخوام فقط مسیری که شروع کردم شما ادامهشو برای من برید، یا خودم میرم اگر حالا خیلی کسی استقبال نکرد. خب بچه‌ها متوجه داستانی شدم. ما اینجا میایم چک میکنیم که آقا درسته یا نه. خب اصلا ست اسکور رو هم انجام دادی. خب بیا چیکار کن؟ کارنت کوئسشن رو هم، یعنی در واقع ست کارنت کوئسشن رو به علاوه 1 کن. خب و اگر اصلا این داستان درست بود الرت کن که correct. اوکی، خب الان درست بود. خب الان چیزی که درست باشه یه الرت میده که درست بود، میره بعدی. خب بیاید الرتش هم خوشگل کنیم. میام از یه چیزی استفاده میکنم اسم React Hot Toast. یه الرت های خفنی به ما بده، یه همچین چیزایی برای ما درست میکنه. چرا با دست نشون دادم شما نمیدونید؟ خب بیاید این حرکت رو بزنیم. میام این ور میزنم npm install این. خب کلیر میکنم، میام اینجا میگم آقا وقتی میخوای الرت کنی دیگه الرت نکن، توست. خب توست دات ساکسس کن، مثلا گود جاب. اوکی، حالا اینو اگر ما بزنیم کار نمیکنه برای ما. چرا؟ چون این یه سری قانون و قواعد داره، همجوری الکی نیست که. ما باید این توستر رو بذاریم داخل پروژمون. یعنی کجای پروژمون دقیقا؟ داخل اپمون، یعنی اینجا. ارور چیست؟ توستر is not defined راست میگه. اینم از اینجا بخون. حالا اگر جواب غلط رو بزنیم که هیچ کاری نمیکنه طبیعتا. جواب درست رو من کلیک کنم میگه گود جاب، میره بعدی. کپیتال جرمنی کجاست؟ برلین. میگه درسته فلان.
هی هم درسته دیدی. اون یه باگی داره و اون باگش هم اینه که همیشه گزینه‌های اول درسته. میتونیم بچینیمشون جابجاشون کنیم و اینا. حقیقتا خسته شدم. یه تک نشستیم و نوشتیمش. نمیدونم چند دقیقه شد، نیم ساعت 40 دقیقه فکر کنم ویدیو شد. ولی ارزشش رو داشت کاملا. ولی اینو من نباید بگم، شما باید بگید تو کامنت ها نظراتتون رو بگید و در کل بگید که چجوری داستان پیش رفت و چجوری بود. و سعی کردم بتونم بفهمونم منظورم رو. ولی باز اگر بد بود یا هر داستانی داشتید توی کامنت ها من بگید. من این کد رو برای شما میذارم توی گیت هاب، لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم، میتونید برید ببینید و اوپن سورس میتونید حالا دانلودش کنید و اینا. روی گیت هاب میذارم طبیعتا، میتونید پول ریکوست بدید، چیزایی که درستش کردید اونجا پوش میکنیم. پروژه فان صرفا برای اینکه کار کنیم و اینا. میتونید بیاید غلطای منو بگیرید توی پروژه من، قطعا یه سری جا اشتباه نوشتم و شما میتونید بهترش کنید و در کل استقبال میشه از هر نوع فعالیتی. امیدوارم لذت برده باشید. کامنت فراموش نشه، کانال رو سابسکرایب کنید تا اینجا ویدیو رو از دست ندید. خوب و خوش باشید، خوش بگذرونید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا